لب خط حرکت میکنه. خود کعبی یه دیوه دو طرفه قشنگ میزنه، گوشه زمین کعبی، خطا کاملا مشخص بود و دیگه باید کارت زرد بگیره دوایچ ناصر. همین اتفاق هم رخ میده. دوایچ ناصر کارت زرد میگه، دومین بازیکن خالی تیم بحرین هست. بعد جوری تکرف روی پای حسین کعبی بدین شکل رو نقش بر زمین کرد. تو سمت راست بر روی دروازه فرستاده بشه. فریدون زندی و مهدی مهدوی کیا پشت توپ قرار گرفتن. دوایچ ناصر عبدالله علی کارت زرد میگیره بدله. این خطای کاملا مشخص آشکار بر روی حسین کعبی. این بار مهدوی کیا جدا میشه و فریدون زندی پشت توپ قرار میگیره. کعبی هم خود رو شک مشکلی براش به وجود نمیاد. تو سمت راست برای دروازه ارسال بشه. زندی پشت توپ. فریدون زندی سانتو روی دروازه یک ضربه سر و گل! گل! گل برای تیم ایران توسط نصرتی زده میشه. چه کسی گل میزنه؟ محمد نصرتی. به شروع رویایی برای تیم ایران در نیمه دوم. ایران یک، همه خوشحال هستند. آفرین محمد نصرتی. کی فکرشو میکرد محمد نصرتی گل بزنه؟ اما اومد ضربه سرش عالی زد و حساب کار 1-0 میشه به نفع تیم ایران. مسیرهای رو با هم خواهیم دید. دقیقه 46 ایران 1-0 جلو میفته روی گل محمد نصرتی. با هم نگاه میکنیم. این ضربه سر محمد نصرتی که تو بود در قعر دروازه قرار میده. 1-0 به نفع تیم ایران. از سمت چپ بازی کنه ایران حرکت کردن. سمت عالی فریدون زندی و این ضربه سر از محمد نصرتی مسلط روی